بچه من خیلی سریع اشاره خیلی کوچیکی راجع به این مسئله بکنم، چون دیدم که چند نفر اینجوری کامنت نوشتید که خودتون میذارید دایان گوش کنه اینجور آهنگا رو. بله، به دلیل اینکه آدم باید بتونه ذهنش رو باز بکنه و درک بکنه که این آهنگا جنبه فان داره. شما اگه تو مارکت آمریکایی یا خارجی کلا غیر ایرانی بخوای نگاه بکنی موزیک و لیریکس ها، یعنی شعر رو بخوای نگاه بکنی، خیلی چیزا توی مارکت آمریکایی و خارجی و اینا انگلیسی میک سنس نمیکنه، معنی نمیده و خارجی با این موضوع مشکلی ندارن، خیلی راجبه چیزای بدتری هم حتی صحبت میکنن. ولی ما ایرانی ها هستیم که نمیتونیم درک بکنیم که آهنگ فقط جنبه فان داره و نباید اینقدر سخت بگیریم.